تاجیک‌ها یکی از قوم‌های آریایی هستند. مردم شجاع، متمدن و دارای تاریخ پرافتخاره. تاجیک قوم بومی یا اصلی خراسان بزرگ که امروز افغانستان امروزی نامیده می شود هستند. تاجیک‌ها مردمان شهرنشین هستند و بیشتر اکثریتشان بازرگانی و تجارت. مردم تاجیک با چندین متجاوزین خارجی جنگیدند و از وطن خود دفاع کردند. مثلا در مقابل اسکندر مقدونی، چنگیزخان، انگلیس‌ها، روس‌ها و پاکستان. تاجیک‌ها از 5300 سال در سرزمین آریانا یعنی افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان و ایران امروزی حاکمیت و تاریخ تمدن دارند. حاکمیت تاجیکان بعد از اشغال افغانستان توسط بریتانیای کبیر ختم شد و ترسی که بریتانیا از قدرت تاجیکان داشتند دیگر نگذاشتند تاجیکان حاکم باشند، چون تاجیکان غلامی را قبول نمی کنند و به کس سر خم نمی کنند. تاجیکان همیشه به زور خود حکومت کردند، نه به زور بریتانیا، روس، پاکستان و امریکا. اولین کسانی که علیه تجاوز بریتانیا جهاد کردند میر بچه خان و میر مسجدی خان بودند. اولین کسانی که علیه ترویج فرهنگ غرب جهاد کردند غازی حبیب الله کلکانی شهید و یارانشان بودند. اولین کسانی که علیه حکومت کمونیستی و تجاوز شوروی سابق جهاد کردند تاجیکان بودند، مانند احمد شاه مسعود قهرمان ملی. همون قسمی که قهرمان ملی گفت اگه به اندازه پکولم جایبانه، همیشه ما هم تکرار میکنیم که اگه به اندازه همی پکول جایبانه در کنار مردم خود تحت هر شرایط استاد هستیم و انشالله استاد خواهیم بود. مردم تاجیک در سال 21 هجری 642 میلادی توسط حضرت عمر فاروق و حضرت عثمان غنی رضی الله عنه به دین مقدس اسلام مشرف شدند و تمام مردم تاجیک مسلمان هستند. شاعران معروف تاجیک‌ها عبارتند از رودکی، حنظله بادغیسی، مولانا بلخی، بیتاب، خواجه عبدالله انصاری، فرخی سیستانی، ناصر خسرو بلخی، جامی، رابع بلخی، ابوالقاسم فردوسی، سنایی غزنوی، بیدل، اشقری، قهار آسی و غیره. اولین کسانی که بنیاد جمهوری اسلامی را در افغانستان گذاشتند تاجیک‌ها بودند، مانند شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی و شهید ربانی رئیس جمهور اسبق افغانستان.